سلام علیکم خوانندگان عزیز. امروز ما همراه شما موضوع حاصله و فونکسی ابتدایی فونکسی درجه‌گیری را دیده می‌بریم. یعنی این موضوع خیلی موضوع اکتوالی می باشد. یعنی ما پیش از این موضوع در صنف‌های پایانی مفهوم فونکسیای نشان دهندگی، تریگونومتری، لگاریتمی و غیره ها را دیده برآمده بودیم که امروز این موضوع بخشیده می شود به موضوع حاصله و فونکسی ابتدایی فونکسی درجه‌گیری. اگر فونکسی به نمود f از x برابر x نشان دهندش الفا داده می شود که در اینجا الفا عددهای حقیقی بوده، x کلان از 0 است، فونکسی نشان دهنده درجه‌گیری نامیده می شود که حاصله این فونکسی را موافقاً در r پلس یعنی که در از 0 تا پلوسی به آخر دیده می‌بریم. هنگامی از 0 تا پلوسی به آخر قبول کردن x ما حاصله فونکسی را با واسطه فرمولایی که در صنف پایان در صنف 10 آموخته بودیم آن را دیده می‌بریم. یعنی حاصله این فونکسی موافقاً f' از x از روی فرمول الفا ضرب x الفا مینوس 1 یافته می شود که این فرمول یکمی امروزین موضوع ما رو در بر میگیرد. یعنی برای یافتن حاصله فونکسی درجه‌گیری ما باید درجه را به پیش بیاریم و از درجه یک واحد کم کنیم که این به نمود فرمول زیرین ifade می‌یابد. اکنون برای یافتن فونکسی ابتدایی این فونکسی نشان می‌دهیم که فونکسی f کلان از x برابر است به x الفا جمع 1 تقسیم الفا جمع 1 جمع s که در اینجا الفا برابر مینوس 1 می باشد. فونکسی ابتدایی این فونکسی به حساب می رود که فرمول 2 رو ifade می کند. یعنی اثبات می کنیم که فونکسی در زیر پایان بوده در حقیقت برای فونکسی زیرین فونکسی ابتدایی است. برای این اثبات میکنیم این فرمولا رو. یعنی برای اثبات کردن این فرمولا از فونکسی ابتدایی هنگام حاصله گرفتن ما فونکسی f خود رو حاصل میکنیم. یعنی ما باید از این فونکسی حاصله گیریم که حاصل این فونکسی به x نشان دهندش الفا داده شده باشد. یعنی f' از روی x برابر است به x نشان دهندش الفا جمع 1 تقسیم الفا جمع 1 جمع 3 حاصله میگیریم. وقتی که از این فونکسی حاصله میگیریم موافق قاعده حاصله گیری فونکسی یعنی عدد دائمی اون به 1 تقسیم الفا جمع 1 برابر بوده، الفا جمع 1 رو به پیش می نویسیم موافق قاعده الفا جمع 1 ضرب x نشان دهنده اون یک واحد کم می شود یعنی الفا جمع 1 مینوس 1 در نتیجه دو ifade ها اختصار شده x نشان دهندش الفا پیدا می شود که این به فونکسی f از x برابر است. یعنی ما در حقیقت الکی فهمیدیم که اگر فونکسی f از x برابر x نشان دهندش الفا داده شده باشد حاصله این فونکسی موافقاً از روی فرمول 1 و فونکسی ابتدایی این فونکسی باشد هنگام الفا برابر مینوس 1 بودن از روی فرمول x الفا نشان دهندش جمع 1 تقسیم الفا جمع 1 پلس عدد دائمی 3 یافته می شود که این فرمولا رو ما در حل مثال ها دیده می براییم. اکنون بیایید خاطرسان میکنیم که فونکسی f از x برابر x نشان دهندش الفا دارای سه حالت‌های می باشد که گرافیک آنها در پایان آورده شده است. یعنی هنگام a کلان از 0 بودن الفا کلان از 0 بودن این گرافیک فونکسی از 0 تا پلوسی به آخر رو می‌دهد که این فونکسی افزون شونده است. گرافیک اون چنین آمده است یعنی هنگامی به جای x 1 دادن y به 1 برابر می شود و هم هنگامی الفا از 0 کلان و یا از 1 خرد بودن یعنی نشان دهنده این فونکسی اگر راسیونالی باشد آنگاه گرافیک این فونکسی از 0 تا پلوسی به آخر رو تصویر می نماید که قیمت این فونکسی از 0 تا پلوسی به آخر بوده گرافیک اون چنین تصویر کرده می شود
و هنگامی الفا خورد از 0 بودن ما گرافیکی چنین رو پیدا میکنیم که این فونکسیه از مینوسی به آخر تا پلوسی به آخر کم شونده می باشد که آنها رو در گرافیک شما میبینید. برای مستحکم کردن این موضوع یک چند مثال ها رو دیده میبریم. خوانندگان عزیز، اکنون مثال ها رو همراه شما دیده میبریم. در مثال اول 3 فونکسیا داده شده است که برای هر یکی این فونکسیا حاصله باید یافته شود. یعنی حاصله فونکسیای زیرین رو موافقاً از روی فرمولای در بالا آورده شده میابیم. یعنی در اینجا y برابر x تقسیم 3 در درجه ln 2، یعنی این فونکسی درجه‌گی است. موافقاً از روی فرمولا حاصله آن چنین است: ln 2 ضرب x تقسیم 3 نشان دهندش ln 2 مینوس 1. در اینجا ln 2 رول عددی دائمی را میبازد. از بس که این فونکسی مرکب میباشد، پس از x تقسیم 3 نیز حاصله آن را میابیم و در نتیجه ln 2 ضرب x تقسیم 3 نشان دهندش ln 2 مینوس 1 حاصل می شود ضرب از x تقسیم 3 حاصله گیریم به 1 تقسیم 3 برابر می شود. اکنون 1 تقسیم 3 رو همچون عدد دائمی در اول می نویسیم و ln 2 تقسیم 3 ضرب x تقسیم 3 نشان دهندش ln 2 مینوس 1 حاصل می شود که این نتیجه مثال یکم ا به حساب می رود. اکنون شروع می کنیم به حل مثال دوم. یعنی در مثال دوم با ما چنین فونکسیا داده شده است: x نشان دهندش مینوس ریشه کوادراتی از 10. یعنی در اینجا ما میبینیم که فونکسیای درجه‌گی در نشان دهنده عددی منفی دارد که درجه آن به عددی ارتسانالی برابر است. یعنی حاصله این فونکسیا موافقاً چنین یافته می شود: x مینوس ریشه کوادراتی از 10 شتریخ این برابر است به مینوس ریشه کوادراتی از 10 x مینوس ریشه کوادراتی از 10 مینوس 1. ساده میکنیم این فونکسیا رو، یعنی مینوس ریشه کوادراتی از 10 ضرب x نشان دهنده علامت مینوس رو از قوس میبریم و در نتیجه ریشه کوادراتی از 10 جمع 1 حاصل می شود. یعنی که این برابر است به مینوس 10 تقسیم x نشان دهندش ریشه کوادراتی از 10 جمع 1 حاصل می شود که این نتیجه مثالی به حساب می رود. خوانندگان عزیز، اکنون مثال و را همراه شما دیده می بریم. در مثال و چنین فونکسیا پیشنهاد کرده می شود: x کوادرات جمع 1 نشان دهنده آن به عددی ارتسانالی ی برابر است که برای این فونکسیا نیز حاصله باید یافته شود. یعنی حاصله این فونکسیا را موافق قاعده چنین میابیم. یعنی از بس که این فونکسی درجه‌گی و فونکسی درجه‌گی در اساس آن مرکب فونکسیا موجود است، یعنی ما باید اساس این فونکسیا رو نیز به نظر گیریم. یعنی ی ضرب x کوادرات جمع 1 نشان دهنده یک واحد کم کرده شده ضربی از خود اساس باز مراتب یکم حاصله میگیریم، مراتب دیگر نیز حاصله میگیریم. در نتیجه ی ضرب x کوادرات جمع 1 نشان دهنده آن به ی مینوس 1 برابر است ضرب از x کوادرات جمع 1 هنگامی حاصله گرفتن به 2x برابر می شود و در نتیجه ما چنین فونکسیای را حاصل میکنیم. یعنی 2y ضرب x کوادرات جمع 1 نشان دهندش ی مینوس 1 ضرب x که این نتیجه مثال یکم و به حساب می رود. خوانندگان عزیز، مثال دوم را دیده می براییم. برای مثال دوم طلب کرده می شود که برای فونکسیای داده شده زیرین فونکسیای ابتدایی در نمود عمومی نوشته شود. یعنی که نمود عمومی این فونکسیای ابتدایی را طلب کرده می شود که یابیم. یعنی برای حل این مثال ها موافقاً از روی قاعده، از روی فرمولی که ما در اول درس گفته بودیم استفاده میبریم. یعنی هنگام f از x برابر x نشان دهنده الفا برابر بودن که در اینجا الفا نابرابری مینوس 1 است،
функции ابتدایی این فункция موافقاً چنین یافته می شود. یعنی x alfa جمع یک در نشان دهنده تقسیم alfa جمع یک جمع دائمی دلخواه s. یعنی موافق این فرموله یعنی که می یابیم a f کلون از x با جای قیمت alfa با ما دو ریشه کوادراتی از c داده شده است که این قیمت عددی ارتسانالی به حساب می رود که آن موافقاً با دو ریشه کوادراتی از c جمع یک تقسیم دو ریشه کوادراتی از c جمع یک و جمع c برابر می شود. اکنون برای حل کردن مثال دوم خیلی که از اینجا معلوم است درجه فунکسی نشان دهندگی به مینوس یک برابر است. پس ما در اولی درس گفته بودیم که باید درجه نابرابری مینوس یک باشد. پس این را به نوبت گرفته مینوس یک را به نمود کسر می نویسیم. یعنی f از x برابر است به 3 ضرب 1 تقسیم x. علاقه فунکسی ابتدایی این فунکسیا موافق این فرموله یافته نمی شود بلکه این فунکسیا را با واسطه فرمولی که ما در موضوع پیشینه دیده برآورده بودیم با واسطه لگاریتم ifade می یابد فунکسی ابتدایی این فунکسیا. یعنی f کلون از x در این حالت 3 ضرب از 1 تقسیم x فунکسی ابتدایی لگاریتم ناتورالی از x جمع c حاصل می شود. خوانندگان عزیز اکنون همراه شما مثال سوم را دیده می براییم. شرط مثال سوم چنین است: اینتگرال ها را حساب کنید. در پایان سه اینتگرال معین داده شده است که آنها را ما موافقاً از روی قاعده هایی که در بالا ذکر کرده گذاشتیم استفاده برده آنها را حل میکنیم. یعنی شروع میکنیم با حل مثال ها و آ را کار میکنیم. از 1 تا 4 اینتگرال داده شده است. x نشان دهندش 5 تقسیم 2 dx. خیلی که از این مثال برمیآید نشان دهنده فунکسی زیر اینتگرالی یعنی فунکسی زیر اینتگرال خودش این فунکسی درجه‌گی بوده در نشان دهنده آن عددی راسیونالی 5 تقسیم 2 داده شده است. یعنی فунکسی ابتدایی این فунکسیا موافقاً با 5 تقسیم 2 جمع 1 تقسیم 5 تقسیم 2 جمع 1 برابر است و حدودهای آن را میگذاریم و این ifade که حاصل کردیم آن را تبدیل میدیم. یعنی در نتیجه به ما x نشان دهندش 5 تقسیم 2 جمع 1 به ما 7 تقسیم 2 تقسیم 5 تقسیم 2 جمع 1 باز به 7 تقسیم 2 برابر است. حدودهای آنها را نشان میدیم و در نتیجه 2 و 7 را هنگام 1 به 7 تقسیم 2 برابر بودن به ما 2 تقسیم 7 حاصل می شود. x نشان دهندش 7 تقسیم 2 را ما با واسطه درجه بوتون چنین قید کرده میتونیم. یعنی x در درجه 3 ضرب x 1 تقسیم 2 از 1 تا 4. موافقاً فунکسی ابتدایی این ifade ها رو یافتن ممکن است. یعنی 2 تقسیم 7 ضرب در داخل قوس به جای تغییر آمدن x اول 4 رو میگذاریم بعد قیمت 1 رو گذاشته حساب میکنیم. یعنی 4 در درجه 3 ضرب 4 نشان دهندش 1 تقسیم 2 مینوسی به جای x 1 رو میگذاریم 1 در درجه 3 ضرب 1 در درجه 1 تقسیم 2 و در نتیجه 2 تقسیم 7 ضرب 4 در درجه 3 به ما عددی 64 رو میدهد ضرب 4 رو به درجه 1 تقسیم 2 برداریم عددی 2 حاصل می شود مینوسی 1 رو به درجه 3 برداریم 1 رو به درجه 1 تقسیم 2 برداریم این چنین عددی 1 حاصل می شود. یعنی که 2 تقسیم 7 ضرب 64 رو به 2 ضرب میزنیم 128 128 رو از 1 تر کنیم عددی 127 حاصل می شود که آن چنین است. با ما 2 رو به عددی 127 هنگامی ضرب زدن با ما عددی 254 حاصل می شود که آن را به 7 تقسیم می کنیم که این جوابی مثال سوم آ به حساب می رود. اکنون بیایید شروع می کنیم با حل مثال ب. یعنی اینتگرال از 1 تا 1 کوادرات 2 نشان دهندش x مینوس 1 dx.
خیلی که میبینید در فونکسی زیر انتگرالی فونکسی 2x در نشان دهنده مینوس یک جای دارد که ما در اولی درس گفته بودیم که هنگامی طلب کردن فونکسی ابتدایی که درجه آن مینوس یک می شود فونکسی ابتدایی آن موافق این فرموله نیو با فرموله دیگر یعنی که با واسطه لگاریتم ifade می یابد. بنابراین درجه را به نوبت گرفته اول دو رو از تحت انتگرال می براریم و چنین ifade را حاصل می کنیم x مینوس یک dx برابر است به 2 ضرب انتگرال از y تا y کوادرات x نشان دهندش مینوس یک رو یک تقسیم x نوشته ایستاده باز به 2 ضرب یک تقسیم x به ما لگاریتم ناتورالی از x را میدهد از y تا y کوادرات موافقاً به جای x y کوادرات و y را میگذاریم و چنین ifade را حاصل میکنیم یعنی ln از y کوادرات مینوس ln y حاصل می شود یا اینکه 2 ضرب ln y کوادرات قیمت عددی آن به 2 برابر است مینوس ln y قیمت آن به 1 برابر است یا اینکه 2 ضرب 1 به ما عددی 2 را می دهد. اکنون شروع میکنیم به مثال و یعنی در مثال و انتگرالی زیرین داده شده است که قیمت عددی آن را ما باید حساب کنیم یعنی برای حساب کردن قیمت عددی این انتگرال در اول فونکسی زیر انتگرالی را ساده میکنیم یعنی از بس که عددی 4 موجود است عددی 4 را از تحت انتگرال میبراریم و یک تقسیم x درجهش 2 تقسیم 3 dx حاصل می شود 4 ضرب انتگرال از 1 تا 8 خیلی که به ما معلوم است ما از 1 تقسیم x نشان دهندش 2 تقسیم 3 فونکسی ابتدایی یافته نمیتونیم پس x نشان دهندش 2 تقسیم 3 رو به بالا میبرداریم و نشان دهنده درجه منفی حاصل میکنیم در نتیجه 4 ضرب x نشان دهنده آن از فونکسی ابتدایی وقتی که میابیم 1 تا زیاد کرده می شود یعنی از 1 تا 8 برابر انکون این را ساده کرده بعد موافق فرمول نیوتن لیبنیتز آن را حساب میکنیم یعنی 4x نشان دهندش مینوس 2 تقسیم 3 جمع 1 با ما 1 تقسیم 3 در نشان دهنده حاصل می شود تقسیم مخرج هم 1 تقسیم 3 از 1 تا 8 در نتیجه 4 رو به 1 تقسیم 3 هنگامی تقسیم کردن عددی 12 حاصل می شود از x درجهش 1 تقسیم 3 از 1 تا 8 اکنون به جای x 8 رو میگذاریم و 1 رو موافقاً گذاشته چنین ifade رو حاصل می نماییم در نتیجه به ما 12 ضرب 8 رو به درجه 1 تقسیم 3 برداشتن عددی 2 حاصل می شود مینوس 1 رو به درجه 1 تقسیم 3 برداشتن 1 حاصل می شود و 12 ضرب 1 برابری 12 حاصل می شود. خوانندگان عزیز اکنون برای مستحکم کردن موضوع امروزه برای شما مثال ها برای کار مستقلانه پیشنهاد کرده می شود. در پایان خیلی که شما میبینید 3 سپارش گذاشته می شود که در شرط اولی سپارش آمده است فونکسی ابتدایی هر یک فونکسی زیرین یافته شود که در اینجا 3 فونکسی درجگی داده شده است باید از هر یک این فونکسی داده شده فونکسی ابتدایش را یابیم. در سپارش دوم باشد گفته می شود که اینتگرال ها رو حساب کنید یعنی در اینجا 3 اینتگرال معین داده می شود که آنها رو ما باید حساب کنیم. در سپارش سوم باشد از هر یک فونکسی داده شده حاصله زیرین را یابید و در پایان 4 فونکسی درجگی داده می شود که باید از هر یک این فونکسی ها حاصله ها را یابیم. با همین خوانندگان عزیز موضوع امروزی ما با انجام رسید. خیر تا درس آینده سلامت باشید.